سود مداوم در ترید نیاز به دنیایی از تجربه داره و هر تجربه‌ای هزینه‌ای داره. اگه علاقه داری به بازارهای ترید وارد بشی یا دوست داری اطلاعات پراکنده رو کنار بذاری و یک شیوه جامعی از معامله‌گری رو یاد بگیری و برای به دست آوردن تجربه هزینه‌ای نکنی، وقت بذار این دوره رایگان 0 تا 100 ترید رو ببین. درود به شما دوستان، من حمید رضایی هستم و حدوداً 10 سال هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و میخوام خیلی کوتاه دوره جامع آموزش ترید رو به شما معرفی کنم. اینجا آکادمی جی تریدره و خیلی خوش اومدین به مقدمه این دوره. بهتر همین اول بهتون بگم که هیچ تاکتیک و استراتژی و یا سبک معامله گری 100% نیست. قرار نیست به شما رویای درآمد دلاری و یک شب پولدار شدن رو بفروشید، چون در ترید وقتی دلار به دست میاری دلار هم از دست میدی و همیشه ریسک و احتمال باخت شما هم وجود داره. اصل عدم قطعیت جزء جدا نشدنی از این بازار هست، ولی سعی میکنیم در این دوره با تجربه‌ای که داریم به شما آموزش بدیم که چطور میشه ریسک رو تا جای ممکن کاهش بدیم. همونطور که گفتم این دوره کاملا رایگان هست و شما نیاز به پرداخت هیچ مبلغی برای محتوای این دوره ندارید. تنها چیزهایی که نیاز دارید پشتکار، صبر و تمرین موارد این دوره هست و باید هر مرحله رو کامل یاد بگیرید و بعد به مراحل بعدی برید. قراره تو این دوره ما به 3 بخش اصلی دنیای ترید بپردازیم که این 3 بخش شامل پرایس اکشن، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی معامله‌گری هست. شاید اول این اصطلاحات خیلی بزرگ به نظر بیاد، اما مفهوم بسیار ساده‌ای داره و شما توی این دوره یاد میگیرید چطور سرمایه خودتون رو مدیریت کنید، چه زمانی وارد معامله بشید و چطور کنترل ذهنتون رو در زمان ترید به دست بگیرید. امیدوارم تا آخر این دوره شما عزیزان رو ببینم و شاهد پیشرفت شما باشم. بریم که اولین قسمت دوره رو شروع کنیم.